ذکر دل من همیشه نام وطن است. افراد زبان من کلام وطن است. من واصف عشق وطن محبوبم. فهرست کتاب من کلام وطن است. با عرض سپاس کلام بی‌اندازه به شما درود میگیم بیننده عزیز از مرکز ماموری ولایت کاتلان شهر بختر. و فکر میکنم که این لحظه شما در خیال آن است که چرا ما برنامه در مهمانی روزنامه کاتلان را با مثال‌های وطن سرایی آغاز کردیم. چون قهرمان نوبتی برنامه در مهمانی فردی هست که وطن دوست است، فردی هست که وطن خواه است، فردی هست که وطن دار است. او پیوسته تلاش میکند که با مهارت، متانت، دلیری و جسوری و قوی ارادگی خود پرچم تاجیکستان در عرصه بین المللی بالا بردارد و چندین مرتبه به این سزاوار گشته است. ده‌ها مرتبه در مسابقه‌های سطح بین المللی اشتراک کرده سزاوار جایگاه نمایان گشته، با وسیله این سرود ملی تاجیکستان صدا داده و پرچم آن پرافشان گشته است. جالبی قهرمان ما در آن است که او هم کسب ما است، روزنامه‌نگار و شورای تلویزیونی کاتلان است. استاد دعوتعلی شمسوف قهرمان نوبتی برنامه در مهمانی روزنامه کاتلان است. نگفته نماند که او چند پیش در یک مسابقه سطح بین المللی میان از 70 سال بالا اشتراک کرده از روی نمود ورزش سبک دویدن و مقام اول را صاحب گشت. مدال طلا را به گردن آویخت و پرچم تاجیکستان را پرافشان ساخت. بیاید نزد استاد می رویم چون ما را به فکرم منتظر است. برنامه را آغاز میکنیم. استاد درود به شما میگیم و خوش آمدید میگیم شما را به برنامه در مهمانی روزنامه. سلامت باشید، سلامت باشید. و این لحظه به بیننده روزنامه کاتلان چی گفتن؟ من خیلی افتخار دارم که با همین سنی سال پرچم بردار ملت خود میباشم. در عرصه بین الملل بین دیگر دولت ها تاجیکستان عزیز خود را یک وطن دوست و وطن پرست معرفی کرده میتوانم که کدام وقت که پرچم تاجیکستان عزیزم یک پرچم زیبای روشن دارد نگاه میکنم، افتخار میکنم که من توانستم که تاجیکستان عزیز خود را در عرصه بین المللی معرفی کرده توانستم. جا نامبر میکنه که представитель Таджикистана وان یک قوی پیدا می شود که افتخار میکنم که وطن عزیز خود را در عرصه بین المللی معرفی کرده توانستم. در میان این دولت ها معرفی کردنم تاجیکستان میبینند که تاجیکستان عزیز ما در عرصه چنین دولت های ابرقدرت نماینده خود را دارد و پرچم تاجیکستان افراخته می باشد. شما چند دفعه در یک مسابقه سطح جهانی اشتراک کردید میان سابقه‌داران ورزش. بید از احساسات آن همان مسابقه وقتی که سرود ملی صدا داد در این حال پرچم تاجیکستان بالا بر سرود ملی وقتی که زمزمه کرد چه احساسات شما را؟ من اکنون امید دو که از ساعت‌های 4-5 سر مشق تمرین کرده آمادگی دیده بودم که برای آبروی شرف تاجیکستان را در عرصه بین المللی حفظ نموده پرچم را بلند افراخته توانم گفته مشق تمرین کردم. از روی نقشه مخصوص یک هفته پیش از پشت الکترونی از دکتر حجتایی که لازم باشه از دکتر ورزشی گذاشته هم پیشنهاد شدگی بود، رقم هم جدا کردگی بود. یک هفته پیش رفتم در مهمانخانه جا گرفته ساعت‌های همین در وقت شیخ در شهر بختر ماست 5 ساعت خسته تا 6 قریب 7 مشق تمرین کرده آمادگی دیدم. روزی که با باغ مرکزی شهر مسکو به نام مکسیم گورکی که ساعت رس و داده آغاز میکردید من 1.5 ساعت پیش رفته از قید گذاشتم. رقمی که به ما علاقه چیده بود گذاشته رقم را دادن. من تو برای تیاری البته پیش یک 20-30 دقیقه پیشتر آمادگی میبینید، تنه را گرم میکنید، مشق تمرین میکنید، آماده میشود. بعد دعوت 20 دقیقه بعد دعوت مینماید که با قطار صف ورخته جای استارت میگه آمادن دیگه نمبر کردن گرفتم یک تاجیکستان گفته که رقم پس 5 نام تاجیکستان شمزاده نام تاجیکستان رو افتخار کردن که
بین عمیق دولت‌ها نام تاجیکستان علاقه نامبر گردید. بعداً مسابقه آغاز یافتند. چون یعنی من گفتم یکم دویم سوم که فریش و فینیش که با جایی که مرا نزدیک یکم دویم سوم اومده است باشه التماس کردم پرچم تاجیکستان اینجا گرفته در گردش کنین یک 50-60 متر. من میخوام که پرچم تاجیکستان خاطر یا پاتریوت رادینی گفتم جان فدای وطن که گفتم درستی قدی گفتم پاتریوت رادینی خلاق پجالسته توقی چکم بردم تاجیکستان خلاق نوشتاجاتا خاطر بوندگود. بعد گفتم از دولت استلیگی فینیش پروی فریزاوی دو همین جان میبینم که اولی آماده استم همین نگاه میکنم که ایشون با پیش که همین پرچم را گذاشته همین گردش میگردم که 50-60 متر بوندن پرچم دستدار بود چاق ایستادگی همین پرچم گرفتم قفا آماده است بودن نگاه کنم همین چنان تمام کل نواردنی هستی رسمم گرفتگی تمام جان یکی همین پرچم که امجا همین گرفتم چنان قوای کجا پیدا میشد که همین 50-60 متر اخران 100 متر وارد دویدم گوکو قربشای مادا همین که پر فینیش پر بلیجا فینیشیری پرستابی که سوال نشنگار تاجیکستان شام زاده الله تعالی چنون خرسان شدم ولی جو اکم بو میسانجا کامپیوتر را دو ورا میبینن که همه جایی که نقطه‌ای که لازم گذاشته یکم قاعده وایران نشده باشد. انا انتظار میکشم خیلی سیم چندم میگرفته باشم که یکم اومده باشم قبول چی میدون تمام قوا یک چی گام میشود یک همین جام میشون که پیر و استارش وزارت گروپا دولت علی شام زاده تاجیکستان همین باور کنید یک خیلی دورتر رفتم او چنان ریخته که وقتا تاجیکستان عزیز بین در عرصه ایقا مملکت‌ها ایقا نامورزشکاران نامی در فدراسیون دیگر دولت‌ها تاجیکستان معروف پرچم تاجیکستان اولین شدم دورتر رفتم نبینم گفتم مخلصا مرد کارا بسیار بودن دورتر رفتم میقگریستم بعد اومدن فرود کرد تاجیکستان приглашаю награждение اومدم مدال و دیپلم دست دادم چنان بیرون دیگر اومدم توقی چکن در سمکه و سر دبوندم هم اومدن خاتم نوار گرفته بودن فیسبوکی نماینده شهر مسکو کارمندان حکومت اومدن خاتم برای خاطره گفته توقی چکن سر دبوندگی خدمت بعد دادگی نام رسم های افتخار کردم فخر میکنم که یک ورزشکار عادی یک ژورنالیست عادی تلویزیونی اتلان در سطح بین المللی وطن عزیز خود را معرفی کرده تونستم افتخار میکنم که آبری تاجیکستان در سطح بین المللی الان برداشتم در همونجا هم تاجیکستان پیروی همین ما در این بس که نام تاجیکستان برآمده است جرا آبری تاجیکستان افتخار کردم که شان شرف تاجیکستان وطن عزیز خود را در سطح بین المللی بلند برداشتم و نام تاجیکستان در آنجا صدا داده است تاجیکستان پرچم تاجیکستان افروخته شد. من همین افتخار فخر میکنم که وطن دوست یک وطن دوست و وطن پرور بودم در آنجا تاجیکستان را معرفی کرده تونستم در عرصه جهان مدال طلا یک جای افتخاری را به دست آوردم. من همین افتخارم همین است که و یک وطن دوست و وطن پرور بازم در عرصه بین المللی به 74 در آمده باشم آبری تاجیکستان در عرصه جهان بلند برداشتم. استاد با جای ما روز کپتان 1 کیلو داره. شما از سال 1964 اولین در نویه مسکو در سوخوز چوبک اولین بین اوچنو سپارتاکیا بین مکتبا بود. اولین جای افتخاری را دیپلم سال 1960 در همون نویه همدانی سپارتاکیای مکتبچگان نویوی در دویدن در 400 متر جای اول رو گرفتم. هم من فوتبال بازی میکردم هم بسکتبال بازی میکردم در آنجا چمپر و در کلوب که پدرم با کلوب دعوت گردان آوردم در دسته‌های فوتبال هم بازی بعد در یکی مسابقه‌ای که چریسبی میگه زدن به افتیدم دست شکست. انا بعد دست شکست همون خطی بعد خونه گفتن خیلی دستت مایدی کرده بیا یکمون دویدن در چی که دیگه بازی ها را بست که خیلی دیدم که در اینجا تحت استاد ورزش SSR
سعید اکرم قاسموف دانشکده تربیت جسمانی اومدگی بود یک ترینر نمایان در مسابقه بعد تحت راهبری همین کس مشق کردم در افم ملکه شمسوانی در دانشگاه میکن در بسیار مسابقه ها چمپیون که اشتراک میکرد در جمهوری یکم میگیرد دیگر در یک اویله 2 نفر مسابقه ها و افم گفت روی یک جای اشتراک همین ورزش سابق که همین سال 1664 سر کردم اینا تا حاضر ماه اپریل اگر چکنیم 61 سال میشه که ما در ورزش سبکم دویم در همین مشق و تمرین مسابقه هایی که بین المللی 3-4 ماه پیش دعوت اوجاتا دعوت میشه خبر میکنن ما در مسابقه پیشین 5 ماه تیاری دیده رفتم در مسابقه ماه اپریلی 5 ماه رسم مشق کردم در روز غالب در صفحه دویدن در 10 کیلومتر در این مسابقه باشه 4 ماه مشق کردم در مسافه 5 کیلومتر پیشنهاد کردم که 5-10 بود ما در انتخاب کردم 5 کیلومتر. افتخار تمام مردم تاجیک است که یک روزنامه‌نگار میتواند پرچم تاجیکستان از دیگر نمود یعنی که از ورزش بالا ببرد. سر کرده. اشتراک شما در مسابقه بیرون از کشور در کجا در اولین دانشجو بودم در شهر اشخاباد ترکمنستان در دویدن دوی ماراتونی شهر از ماری تا اشخاباد بود. اولین مسابقه در اونجا در دوی ماراتونی با موفقیت شرکت ورزیدم در جای مابین جا گرفتم مسابقه اولین بعد مسابقه دویم شهر اوزیرا در لوگانچین دور شوروی و ورشلوگراد اوکراین شروع کردم یک جای افتخاری به دست آوردم اونا بعداً در که اعضای فدراسیون بین المللی اعضا گردیدم. شکر استقلال ملت پاراها با هم شدند. پیر و برنا از سر نو همدل و همدم شدند. تاجیکان تاج بر سر بعد صدها درد و رنج صلح و وحدت خواسته جا زیر یک پرچم شدند. بیننده زکی با شکرگزاری از فضای تنج و آرام، با شکرگزاری از این وطن آباد و زیبا، با شکرگزاری از فرزندان فرزانه ملت که پیوسته برای معرفی و برای آشنا کردن تاجیکستان بیشتاسات در عرصه بین المللی تلاش میکنند اینجا برنامه در مهمانی روزنامه ختلان را حسن انجام میبخشیم و ما گفتن امانت که هیئت ایجادی برنامه در مهمانی پیوسته کوشش میکنیم که فردهای را در برنامه دعوت کرده همراهشان صحبت کنیم که یک کار برای جمعیت یک شخصیت باشند و یا یک خدمت آنها برای آبادی رشد و ترقیات این وطن بیشتاسا رسیده باشد. تا برنامه های دیگر تنسیت پیروز باشید و با روزنامه دوست داشته خود ختلان بمانید. خیر.